هر کسی که به شمال ایران سفر میکنه یکی از سوغاتیایی که با خودش میاره برای عزیزان و اطرافیانش کوکی لاهیجانه. حالا امروز میخوایم این کوکی خوشمزه لاهیجان رو با همدیگه درست کنیم و آموزش ببینیم که دیگه از این به بعد کوکی لاهیجان خودمون توی تهران و یا توی هر شهری که هستیم درستش کنیم. حالا بیایید اینجا، من بافت این کوکی رو میخوام بهتون نشون بدم. ببینین چقدر عالیه. اصلا واقعا این کوکی لاهیجان یه چیز دیگه است. کوکی لاهیجان باید پر از گردو و کشمش باشه، یعنی اصلا اصل کوکی لاهیجان همینه. گردوها رو اول از همه من میام خوردشون میکنم به این اندازه. ببین خیلی ریزش نکنین، چون بعضی وقتا ممکنه انقدر گردو ریز بشه که کسی که این کوکی رو داره میخوره احساس میکنه که اصلا این کوکی بدون گردو بود. یعنی واقعا باید کوکی لاهیجان گردوهاش قشنگ زیر دندون بیاد و آدم حسش بکنه. کشمشی هم که داریم باید حتما کشمش پلویی باشه. میذارم اینجا که شما ببینیدش. این کشمش ها کشمش پلویی هستن. کشمش پلویی دو جور داریم. یکی همینطوری که میبینین قهوه‌ای تیره است کاملا. یه مدل هم کشمش پلویی داریم که اونا زرد و طلایی هن، یعنی رنگشون به نسبت روشن‌تره. در حقیقت نوع انگورهاشون با هم دیگه فرق میکنه. این کشمش های قهوه‌ای تیره ترا شیرین ترن کاملا و اونایی که یک کمی زرد و طلایی هستن طعم ملس دارن. حالا شما از هر دوتای این کشمش ها میتونید استفاده کنید، بستگی داره دیگه خودتون کدوم رو دوست داشته باشید. خب کره رو باید زودتر از یخچال در بیارید تا کره به دمای محیط برسه. نه فقط برای کوکی لاهیجان، برای تقریبا بیشتر از 90% از کیک ها و شیرینی ها ما نیاز داریم که کره به دمای محیط رسیده باشه. وقتی میگیم دمای محیط منظورمون اینه که وقتی انگشتمون رو میذاریم روی کره و فشار میدیم، ببینید به راحتی و به نرمی انگشت داخل کره به این شکل فرو بره. اما دور و بر کره رو ببینید اصلا حالت ذوب شدگی و اینها رو ما نداریم به هیچ عنوان. خب اگر کره بیش از حد تو دمای محیط بمونه و نرم و بیش از حد نرم بشه، این خودش باعث سفت شدن خمیرهامون میشه. پس اندازه نرم شدن کره در این حده. حالا پودر قند رو به کره اضافه میکنیم و حتما باید الک بشه. حتی اگر پودر قندتون کاملا نرمم هست بازم باید الکش کنین، چون گاهن پیش میاد بعضی از مواد پودری از شدت نرمی دوباره سفت میشن و گلوله میشن. این انتهاشو من با یه ذره قاش رو فشار بیارم. خب اینم از این. حالا باید شروع کنیم به هم زدن. با سرعت کم همزن همش میزنیم آروم تا مواد مخلوط بشن. خیلی آروم و با احتیاط بزنید که پودر قندا پخش نشن توی فضا و داخل کاسه باقی بمونن. همینطور آروم آروم تا زمانی که این حالت خشک و پودری دیده میشه ما باید با سرعت کم هم بزنیم. حالا یه مقدار دیگه که من اینو هم بزنم دیگه آروم آروم از اون حالت پودریه در میاد. الان میتونم یه ذره سرعت همزن رو بیشتر کنم. حدود 2-3 دقیقه ما باید اینو هم بزنیم. ببینید الان حالت خمیری شد. 2 تا تخم مرغ داریم که تخم مرغ اول رو اضافه میکنم. بازم تاکید میکنم حتما روی اندازه‌گیری ها خیلی دقیق باشید. حتما از ترازوهای دیجیتال و قاشق‌ها و پیمونه های مخصوص اندازه‌گیری استفاده کنید تا خیالتون راحت باشه که کیفیت کارتون خوب میشه. خب اینو هم میزنم.
تقریبا بعد از تخم مرغ اول من حدود 1 دقیقه هم زدم و بعد تخم مرغ دوم رو اضافه میکنم، بازم حدود 1 دقیقه هم میزنم. خب تخم مرغا رو که حسابی هم زدید، البته هنوز به اندازه کافی هم زده نشده ها، من میکسر رو خاموش کردم که یه دور کره هایی که این اطراف کاسه چسبیدن رو جدا بکنم، زیر و رو کنم، یه دورگیری انجام بدم تا اینا خوب با هم یک دست مخلوط بشن. خب سرعت همزن رو کم میکنم و اینجا روغن مایه رو به صورت حالت نخ، یعنی خیلی کم و آروم آروم بهش اضافه میکنم. این کار باید همزمان با هم زدن انجام بشه، دیگه سرعت همزنم کم باشه. ببینین تمام روغن که مخلوط شد، بعد شیر رو هم به همین صورت اضافه میکنیم. بازم سرعت همزن کم، شیرم باید حتما تو دمای محیط باشه. خب دیگه من همزن رو میذارم کنار و از اینجا به بعد با لیسک میخوایم مخلوط کنیم موادمون رو. کاری که الان انجام میدم اینه که وانیل و بیکینگ پودر رو به آرد اضافه میکنم. این بیکینگ پودر، بعد وانیل هم بهش اضافه میکنم. این هم وانیل. حالا آرد و وانیل و بیکینگ پودر و همینطور پودر کاکائو رو قشنگ با هم میزنیم تا خوب ترکیب بشن. به این صورت حسابی که هم زدید و خوب که ترکیب شدن، حالا این مواد رو باید الک کنیم روی مواد قبلیمون. هر بار که الک میکنید، اگر از پودر کاکائوتون چیزی داخل الک باقی مونده بود رو حتما با پشت قاشق فشار بدید تا کامل الک بشه موادتون. یه مقدار که از مواد رو ریختیم، باید با لیسک اینو هم بزنیم مخلوط بشه، بعد دوباره بقیه مواد خوش رو باید مرحله به مرحله اضافه کنیم. دیگه اینجا نباید خیلی زیاد موادمون هم زده بشه. خب الان دوباره باز من یه مقدار آردو میریزم. آرد که البته منظورم کل مواد خشکمونه. تو 2 یا 3 مرحله مواد خشک اضافه بشه. خب دیگه تقریبا میشه گفتش که دیگه هر چی که از مواد خشک مونده رو دیگه الان اضافه کردیم. در نهایت حسابی باید این مواد با هم دیگه مخلوط بشن. دیگه خمیر کم کم داره غلظت پیدا میکنه و داره سفت میشه. خب همینطور که آخرین مرحله از مواد خشک رو داریم مخلوط میکنیم، در همین حین کشمش رو اضافه میکنیم.
کشمشی که استفاده میشه حتما باید از قبل شسته شده باشه و خشک شده باشه. به هیچ عنوان کشمش نمدار و خیس رو نباید اضافه کنید و گردویی رو که نگینی خورد کردیم رو هم اضافه میکنیم و باز حالا دیگه هم میزنیم تا گردو و کشمش و مواد خشک و تر و همه دیگه قشنگ با هم دیگه مخلوط میشن. خب ببینید الان خمیر کوکی لاهیجانمون آماده شده. فقط باید بره توی یخچال و یه مقدار استراحت کنه. حدود نیم ساعت استراحت داخل یخچال براش کافیه. ولی اگر شما خمیر رو درست کردید گذاشتید یخچال و کاری پیش اومد و مجبور شدید زمان استراحتش رو کمی طولانی تر کنید هم نگران نباشید، مشکلی توی کیفیت کوکیتون پیش نمیاد. خب پس من اینو بذارم نیم ساعت حداقل تو یخچال بمونه. هم استراحت کرد. اما یه چیزی رو یادم رفته بود بهتون بگم و اون این که زمانی که خمیر رو میذارید داخل یخچال استراحت کنه حتما باید پوشش داشته باشه. پوشش پارچه‌ای براش مناسب نیست چون رطوبت خمیر از دست میره. حتما یه پوشش با سیلیکون یا حالا هر نوع نایلونی داشته باشه و بره داخل یخچال. الان باید این خمیرها رو من آماده کنم و داخل سینی قرار بدم. ببینید من تقریبا برای کوکی لاهیجان میخوام حدود 45 گرمی در نظر، یعنی بین 40 تا 45 گرم یه دونش رو میذارم. همه رو نمیخوام وزن بکنم، یکی دو تا رو وزن میکنم که دستم بیاد که چقدر در حقیقت باید از خمیر بردارم. این الان شده 48 که یکم زیاده، 41 45 دیگه به نظرم بهترین و مناسب ترین وزن کوکیه. خب بعضی ها کوکی لاهیجان رو توی دستشون کاملا میپیچونن، گردش میکنن و بعد داخل سینی قرارش میدن. من ترجیح میدم این حالت پستی بلندی ها روش باشه و به این شکل اینها رو داخل سینی قرار بدم، یعنی اصلا سطحش رو صاف نمی کنم. حالا که دستم اومد دیگه تقریبا 45 گرمش چه اندازه میشه، میتونم دیگه بقیه رو وزن نکنم. اگر فکر میکنین نمیتونین یک دست در بیارید، بهتره که تا دونه آخر همه رو تک به تک روی ترازو وزنشون کنید. خب ببینین حتما باید فاصله رو رعایت بکنیم بینشون چون این کوکی های مقدار پهن میشن. با فاصله کاملا منظم و مرتب اینجا میچینیم. کف سینیتون حتما باید با کاغذ روغنی یا با ورقه های نسوز و نچسب پوشیده شده باشه که خیالتون راحت باشه که این کوکی بعد از پخت به راحتی جدا میشه. فرو باید حتما از قبل گرم کرده باشیم. دمای پختمون حدود 200 درجه هست و برای پختم از طبقه وسط استفاده میکنیم. ببینید اگر فرتون کوچیک بود یا سینی پختتون کوچیک بود، اضافه خمیرتون رو و کل خمیر توی یه دونه سینی جا نشد، اضافه خمیر فکر کنم یه ذره زیاد شد. اضافه خمیرتون رو حتما دوباره اون پوشش نایلونی رو روش قرار بدید و تا کوکیا پخته بشن و از فر بیان بیرون که شما بتونید سری دوم رو بذارید، تو این فاصله حتما توی یخچال قرار بدید کوکی ها رو. خب این الان آماده است، بره که بپزه. خب کوکی ها از فر در اومدن، خنک شدن. من توی 2 تا سینی بزرگ پختم. بعد از اینکه خنک شد همه رو جمع کردم توی یه سینی. تقریبا حدود 15 تا 17 دقیقه زمان پخت کوکیا طول میکشه. اگر دوست دارید کوکیاتون کاملا نرم بمونن، زمانی که هنوز نیمه گرمه یعنی کاملا سرد نشده، تو ظرف دربسته بسته بندیش کنید.